السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیونی سوخت. در استودیو با شما جهانگیر صابرов. رئیس محله باید شخصی باشد که دانش سیاسی داشته باشد، معنویتش والا باشد و علاوه بر این تجربه حیاتی نیز داشته باشد. به همین خاطر در مملکت ما برای بلند برداشتن ملکه رئیسان محله ها، افزودن دانش سیاسی آنها همگونه چاره‌بینی ها گذرانیده می شوند. به قریبی در زیارتگاه حضرت علی آزمون بین رئیسان محله ها از روی شعرخوانی شده گذشت. گزارش اولین ما در همین خصوص. اعتبار به معنویت در کشور حقوق بنیاد ما به یکی از استوارترین سمت‌های سیاست دولت تبدیل یافته است. رهبری کشور برای بلند برداشتن ملکه و سویه دانش سیاسی و حقوقی معنویت رهبران نیز اعتبار علاهیده می‌دهد. خصوصاً ترغیب نمودن کتابخوانی بین رهبران یکی از عامل‌های مهم رشد معنویت آنها به شمار می‌رود. به همین خاطر از این چند پیش در زیارتگاه حضرت علی آزمون شعرخوانی بین رئیسان محله‌های ناحیه شده گذشت. در آزمون متخصصان خزینه محله ولایت نیز اشتراک نموده مقصد تشکیل آزمون را چنین شرح دادند. Mahalla tarbiya maskani, ma'naviyat o'chog'i hamda odamlarning umri o'tadigan maskan shiori ostida bugun So'x tumanida 27 ta mahalla fuqarolar yig'inlari o'rtasida she'rxonlik tadbiri o'tkazildi. Ushbu she'rxonlik tadbirini o'tkazishdan maqsad mahallada ma'naviyatni, madaniyatni hamda yoshlar o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish hamda g'azalxonlik va she'riyatga yoshlarimizni raislarimiz orqali kengroq jalb qilish maqsadida tashkil qilindi. در آزمون رئیسان محله ها با سوال های ناگهانی که دایر به فن تاریخ و ادبیات می باشد جواب دادند و هر یک با زبان های مادری و دولتی از اشعار شعرای ممتاز این دو قوم معظم افاده‌ناک قرائت نمودند و رئیس محله سریکنده بهادر صفای غالب قسمت ناحیوی آزمون گشته به قسمت ولایتی راه خط گرفت. از میان 27 رئیس محله در جای اول رو که اشغال کرد. جای اول رو من خودم رئیس محله سرکنده اشغال کردم و ولایت راه خط گرفته. آزمون شعرخوانی در نمود بلکه عادی است، اما در افزودن معنویت رئیسان، جلب ساختن آنها به کتابخوانی و توسط آنها در محله ها ترغیب نمودن کتابخوانی اهمیت مهم کسب می‌کند و گذرانیدن چنین آزمون ها موافق مقصد است، زیرا جامعه امروزی ما به چنین چاره‌بینی ها نیاز دارد. در انتها آنهایی که جای یکم، دوم و سوم را اشغال نمودند با تحفه های گرانبها یعنی کتاب های نادر تقدیرانیده شدند. معین نمودن و برطرف نمودن معمای خلق یکی از مسئله های مهمترین سیاست کنونی به شمار می رود. از این خاطر در ناحیه ما نیز از روی جدول ترتیب داده قبولخانه خلقی پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان تحت رهبری حاکم ناحیه قبولهای سیار در هر محله ها شده می گذرند. مقصد اساسی باشد برطرف نمودن معمای مردم، یعنی قبولهای سیار باید برای برطرف نمودن معما و مشکلهای مردم خدمت کند. زیرا در اساس 5 تمایل استراتژی حرکت‌هایی که برای سال‌های 2017 و 2021 پیش بینی شده است، بلند برداشتن حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی معنوی خلق موقع مهم را اشغال می‌کند. در همین زمینه سیاست امروزی پرزیدنت مملکت و حکومت ریسپوبلیک ازبکستان برآمده شده است که از آن نه تنها کارخانه‌های خرد و بزرگ دولتی و خصوصی منفعت دارند، بلکه حمایت منفعت همه شهروندان ریسپوبلیک وظیفه نه تنها ارگان‌های حفظ ترتیبات و حقوق بلکه وظیفه اساسی و اولین درجه همه رهبران گردیدن شرط و ضرور است. واخوری که از این چند روز قبل در جمع شهروندان محله طول با حاکم ناحیه برگزار شد، یک چند معما و مسئله مهمی شهروندان الهیده در همانجا حل و فصل خود را یافتند. در قبول سیار حاکم شهروندان این محله عاید مسئله‌های عائلوی، یاری مادی از جانب جمع شهروندان، تامین زمین‌های روی حوالگی و تدبیرکاری، ساختن گرمخانه‌ها، منفش کردن راه ماشینگرد که از ساحل دریای سوخت می‌گذرد، تشکیل بیمارخانه یعنی شفاخانه محله برای استفاده همچون نقطه تبابت دائمی برای حدود مذکور، با جای کار تامین نمودن بیکاران، تامین معتدل قوه برقی در محله، فرورداری و مانند اینها مراجعت نمودند. قبول سیاری حاکم ناحیه این دفعه در کالج اگرصنعتی ناحیه شده گذشت. به همه مراجعات شهروندان شخصان متصدی ساحه‌های گوناگون در اصل قانونگذاری‌های موجود بوده جواب‌های عمیق و کنکریتی داده مسئله و معماهای شهروندان حل و فصل خود را یافتند. امروز در جامعه تمایل انسان پرورانه خلق برای اداره‌های دولتی نه بلکه اداره‌های دولتی به منفعت اهل جامعه خدمت باید کند در این سمت تدریجاً عملی می‌گردد.
در این سمت فعالیت پرثمره رهبران حدودها و البته مساعدت میکنند. در حقیقت هدف از تشکیل این گونه واخوری و قبول‌های سیار این نزدیک شدن با خلق، واخوردن با خلق، شنیدن درد خلق، گوش کردن معماهای اهالی، دستگیری هر طرفی خلق و ساده کرده گوییم به جا آوردن خدمت خلق و اهالی به حساب می‌رود. باید گفت که این گونه قبول‌های سیار در همه جمع شهروندان محله ها دایر می‌گردند. درباره این گونه بهمایی‌ها برایتان در هر برنامه‌مان گزارش لوحه و معلومات‌های مفصل می‌رسانیم. از این چند پیش مردم محله قلعچه در قبول سیار به حاکم ناحیه عاید بعضی معماها مراجعت کرده بودند و خوشبختانه امروز معماهای مذکور حل خود را می‌یابند. گزارش نوبتی مخبرمان انور جان جوریف در همین خصوص. پوشیدنی است که امروز معما و مشکلات در هر حدود به نظر می رسد و مردم ناحیه برای حل این معماها به رهبران مراجعت می کنند. به قریبی در قبول سیاری که در جماعت شهروندان محله قلعچه شده گذاشته بود، اهالی این حدود به حاکم ناحیه عاید معماهای خود گفته بودند و منفرش کردن راه مسجد محله نیز یکی از طلبات اهل این حدود بود. پریروز حاکم ناحیه بهر شناس گشتن به این مسئله به واسطه به محله قلعچه تشریف آورد و در رفت تشریف با اهل این حدود واخورد. معلوم گشت که امروز اهل محله مذکور به تعمیر کردن صحنه مسجد جامع حدود، پهن کردن شغل و بنیاد ایوانی نو در شفت بینای اساسی مشغول بودند. شخصان متساعد تحت سروری حاکم ناحیه نیز در کار این حشر شرکت کردند و به قلعچگیان کمک رسانیدند. بنا به معلومات فعالان محله، راه مسجد بسیار تنگ و تار است و همزمان در وقت بارشات عموما برای حرکت نامساعد می‌گردد. طی چند سال است که منفرش کردن این کوچه برای اهل محله آرزو بود. همچنین به خاطر آن که بینای مسجد امروز برای عبادت تنگ شده است، لازم است که در شفت بینای اساسی بینای علاوگی بردارند. در این کار و در این سمت تمام اهل محله مهنت می‌کنند. در کار و محنت یک جایه اکثریت اهل محله شرکت می‌کنند. امروز اینک آرزوی دیرینه اهل قلعچه حالت جامع عمل پوشیدن را دارد. موافق حساب و کتاب رهبر اداره راهسازی حبیب جان میرزایف برای تعمیر و منفرش کردن این گذر که زیاده از 100 متر می باشد، قریب 30 میلیون سوم مبلغ مصرف می گردد. این مبلغ از حساب حاکمیت ناحیه داده می شود و در روزهای نزدیک اینجا پر منفرش خواهد شد. گفتن ممکن است امروز قبول های سیاری که در محله ها دایر می گردند به اندازه نتیجه های مثبت و ثمرهای خوبی خود را می بخشند. از این قبیل اعتبار مهمش مردم اهل محله و عموما خلق ناحیه خیلی منت دارند. خلق سوخ را از ازل همچون اهل اتفاق، مهنت دوست، مهمان دوست مردم ازبکستان میشناسند و خوشبختانه سوخیان همه کار را از ازل توسط حشر به سامان رسانیدند. این خصلت نیک پدر و بابایانمان را امروز مردم جماعت شهروندان حضرت علی نیز ادامه میدهند. گزارش نوبتیمان در همین خصوص. باید لاحیده همین را قاید سازیم که سمت اساسی پیشروی و فراوانی این پیش از همه اهلی و اتفاقی و یکجای بودن و توأمی اهالی به حساب می رود. این خصلت ها خوشبختانه خلق ما را خاص است و این طریق اهالی ناحیه ما وطن آباد می کنند. چون که این خصلت و عنعنه ها به ما از گذشتگانمان میراث مانده است و باید که ما امروزیان این ارزش ها و سنت های بابایی را دائم ما پاسداری نماییم. یکی از همین گونه عنعنات اینه که بابایی این حشر به حساب می رود و حشر به ما از گذشتگانمان همچون میراثی گرانبها باقی مانده است. ذاتاً پیشتر پدر و بابایان ما در زمانی که تکنیک و دیگر واسطه های مشکل آسان کن نبود، برای اجرای عملهای بسیار دشوار حشرها تشکیل میکردند و در این قبیل کارهای دست جمعانه اکثریت اشتراک میکردند. بهر همین هم مهر و محبت و صمیمیت بین گذشتگان ما بسیار قوی بود. اگر امروز از کم قیمت شدن نرخ مهر و عاقبت صرف نظر کنیم، هنوز بعضی عنعنه و عدوم و آیین‌های بابایی پابرجاستند. یکی از این گونه عنعنه اینه که خلق حشر به حساب میرود. در جماعت شهروندان محله حضرت علی آنها استقامت میکنند که با سخاوت خود امروز ورد زبان همگان گشتند. حتی زنان نیز در کار آبادی محله امروز سخاوت و یارمندی میکنند. اهل این حدود امروز مشغول کار و مهنتند. برای آباد کردن زیارتگاه حضرت علی به حشر برآمدند. چون میبینید در کار ساختمان بینای نو در شفت بینای مسجد جامع محله بیناهای نو ساخته میشود و امروز اکثریت مردان محله در این سمت حصه گذاری میکنند. بنا به معلومات رئیس محله مذکور سبحان علی نشانف، امروز تشبوس تشکیل حشر را اکثریت اهل حدود با یکدلی دستگیری کردند. من محلم اوش سوس، محلم خوشروی سوس. kadrlarda tanlash joy-joyga qo'yish kerak gap bu. Baray havay kadr nag'za muni agari
اوو چرا میگرد کار پیش میبرد من حاضر پول نه همه جا خوش روی سوز مده هیچ کمچل کو من من همه جا با جا من مو رفته اومد سویم گفت سویم کار سویم من مو 80 بار رفته من مو اومده دهنم اینجا پیراکوشت همه حیا کار سویم همه شیر بچه ها رحمت کلان روز عمر زیاد بینا کم نشوند برای هوای مو برای محل مو برای قشلاق ما تا خینا ما یک روز بدن حرکت کرده تطلمش کرده کار میکنیم. بینای نو نساخته کهنه‌اش را ویران مکن گفتند بزرگانمان. امروز اهل محله به خاطر نیک دیدن فردا بیناهای نو میسازند. در کار آبادی حدود خود سهم ارزنده خود را میگذارند و بعد ساختمان این بیناها جای انشاءات‌های کهنه را کاشانه‌های نو و زمانوی میگیرند. جمعیت شهرانه محله حضرت علنده روز آباده ها پیشروی ها به نظر می رسد. البته این بیاردم حاکم ناحیه سوخ بیاردم سکتور رهبر ما فرهاد جان عبدالولی اینا عمل به تطبیق کردن دشوار بود. حاضر چهل که دیده استودیت همین مسجد جامع محله حضرت علی این 93 سال از طرف خلق همین محله حضرت علی محله سرکنده نه بلکه محله سرکنده بلکه همه سوخت یک شده همون وقت همین مسجد ساختگی یون مسجد طهارت خانه نانخوره بیناهای همون وقت که ساخته بودند بیکار می ایستادن. من دو ماه پیش سکتور رهبرا اومده این جای دیدن جای پرتاب واشدگی زیر تنقید گرفتن. البته این تنقید میوه پیشروی میوه دموکراسی میگن تنقید میوه دموکراسی میگن. این تنقید ما خلق حضرت علی تور قبول کردیم من نورانه ها احکام اینجا نام وکلار یکلشم جمع اومده جمع کرده من زیر تنقید موندم. اینجا زیارتگاه حضرت علی جای مقدس این جاها ما هم بیناهای ما پرتاب کرده ما یک مسئله تو اینا چخل کرده آباد کردن در کار مسئله تو گفتم که نورانه ها همچون آیا گریبان صاحب برآورده قریب زیاده از 150 میلیون پول مبلغ جمع شد. خلق خودش جمع شد مبلغ جمع شد. من این مبلغ جمع کرده چهل که دیده استودیت حاضر بینا اینجا بینا اکن طهارت خانه میشد حاجت خانه میشد کتابخانه خانه معنویات خانه امام خانه مؤذن کتاب خانه همه یک تا کمپلکس اند. این لایحه نرخ موندن 250 میلیون نرخ موندن. این همه این البته از طرف خلق ما از طرف همین تدبیرکارای سخاوتمند ولی جان توچیف من میشونه یلدز خان هم خیلی تدبیرکارای که سخاوت پیشه سخاوتمند هستند از طرف ها بسیار مبلغ ها دادن حاضر آباد کرده کار برفته استوده است. نه خدا خواهد یک ماه دیگه میسپرم که تا همون عید 28 ساله مستقل و میسپرم که نیت دارم. امروز اهل محله طریق حشر از شلک بلاک بینای نو ساختند و در این کمپلکس یک چند بینا جای گیرد. چون قید کردیم در کار حشر امروز اکثریت اهل محله و به خصوص جوانان اشتراک میکنند و از یک گریبان سر برآورده در یک جایگی با پوشیدن قسم بالایی بینا بندند و مهنت میکنند. در سراسر مملکت ما دستور آباد قشلاق شنده همه قشلاقان در آبادگری برساست. از جمله در محله حضرت علی هم یک بینای نوی که در حضرت علی مسجدش یونش نبود برای از نو برپا کردن ما من یک چند حشر را گذراندم که امروز در حشر 150 نفر فقراهای هم محله اشتراک کرده ایستادند. من حامیان محله یک چند حامیان از طرف حامیان برای محله رواج رونقش حسی خوشنق خوشکسیان من امروز فهمیم همچون حشرچی صفتشنده اومده در همین جا برای همین بینوی از نو برپا کردنش اشتراک دستاده ما برای همین حشرهایی که از طرف خلق میشه از طرف دولتی میشه حشرها همش از طرف ما تیاریم همه وقت ما همیشه در خدمت خلقیم. چون میگویند یار اهل باشد کار سهل، یعنی هر کاری دشوار اگر در یک جایگی اجرا کرده شود مشکلیش به چشم نمیرسد و در مدت کوتاه اجرا میگردد و اهل محله نیت دارند که این قبیل کارهای خیر و نیک را دائما به اجرا رسانند.
بخش اخبار تلویزیون سوخ دوام دارد و طوری که خبر دارید با قرار پرزیدنت رسولیک ازبکستان در کشور آفتابی عموما در تمام حدودهای کشور در ناحیه و شهر و ولایت‌ها قبولخانه سروزیر رسولیک ازبکستان تشکیل کرده شد و در ناحیه سخن شعبه این قبولخانه عمل می‌کند و مدیر آن مسعود جان جمعیف می باشند. در این باره البته در برنامه‌های گذشته به شما معلومات داده بودیم و از روی جدول قبولخانه سروزیر رسولیک ازبکستان در سکتورها یعنی در 4 حدود قبول‌های سیار گذرانیده می شود. در سکتور یکم روز سه‌شنبه هر هفته، در سکتور دوم روز چهارشنبه هر هفته، در سکتور سوم روز پنجشنبه هر هفته و در سکتور چهارم روز جمعه هر هفته قبول سیار گذرانده می شود و در این قبول البته تدبیرکاران اشتراک نموده معماهای خود را بیان میکنند و بار دیگر خاطررسان میکنیم که قبولخانه سروزیر برای برطرف نمودن معمای تدبیرکاران دستگیری نمودن آنها خدمت میکند. عزیزان در همین جا به بخش خبری اخبار حسن انجام بخشیم. خیر و سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیون سوخ بیمانه زیر شما را در پیش برنامه‌های استراحتی تلویزیون سوخ منتظرند. تا بازدید سربلند باشید.